همین شما چخیل جوان مردین، همین چخیل انسانین شما، چخیل مردکین شما. باور کنین همین شما را همین نام مردکی ماندگی آدم هم بگیم گناهگار می شود. این بدبختی هایی که امروز در شما هست، من حیران میشم. یک کارا هست حیران میشه. با پدرت گپ زدی تو با من 3 طلاق. اگر پا تایمی حولی بیرون موندی تو با من 3 طلاق. اگر خانه پدر و مادرت میره با من 3 طلاق. اولی بین با بعض خواهرها بگیم نه زنها با یک بدبختی دیگر یاد گرفتن. مردک هم میپرسن مرا دوست میداری یا نه؟ اگر او بگه که مقصد دوست میدارم، میگه کو بگو که اگر من ترا دوست ندارم تو با من 3 طلاق. اگر او بیچاره مقصد بعض مردها اگر همینجا ممکن همون دوست داری همون بیچاره ای تحت دل نباشه، نه که وقتی ای را میمونه که مقصد من اگر ترا دوست دارم تو با من 3 طلاق، برای دیلی تو میگه ولی که تو بدبخت 3 طلاق میشه. برای همین شرط ها را نمانیم برادرای عزیز. آخی هیچ خیلی جوان مردی های. یک مرد افغان گفت که در افغانستان ما گفت افغانستان کجا و تاجیکستان کجا. الحمدلله رب العالمین. برادرای عزیز آخه همان برادرای ما و شما هست، لیکن این بهبود و خوبیایی که در ما های در افغانستان نیست. لیکن سخنی او را گوش میکنی حیران میشه. میگه در مردم ما اگر کسی که زنش طلاق کنن دیگر او را برای خودش رفیق نمیگیرن. او را در همکاری ها میگه دیگر راهش نمیتن. اگر طلاقش نمیرن که طلاق های ما باشد. اونها وقتی طلاق میکنن که با یه مردی بیگانه میبیننش، بعد مثال زن طلاق میکنن. شما امروز هر یک شرطای ماندگی این که این شرطای شما تماما در نزد الله و رسول و شریعت وجود نداره. شما در نزد الله و رسول او آخه 1000 فائز گناهگارین به این کاراتون. این خیلی شرطا نمانین. آخه زنها را طلاق نکنین. زن طلاق میکنی پگه او دست به یک کاری بد و به یک کاری زیش میزنه، تو در همو گناه همو آدم تو شریکی، برای به همو ره او را تو بردی. طلاق های امروزت برادرای عزیز لازم نیست طلاق کردن. وقتی مردک بیگانه قطعی میبینی و با مردک بیگانه مقصد او دست به کار هستن، در این حالت مثال از وقتش طلاق میکردن. یکی به این طریق کاری که نشید قطعی او چند ساز نگیرید، تن بیمار بود آوشا نبردک بتا، اکم خانه در آمد خشامدیش نکرد، اپم خانه آمد در تای پاش کرپچه نپرتاف. ای برادری عزیز و گرامی، برای این کارها در پیش خدا جواب میگوی تو. از همین لحاظ برادرای عزیز این خیلی شرط نمانه. ناخه این شرط ها را آدمای نامرد و احمق میمانه. مردم هیچ وقت نام طلاق نمیگیره. طلاق گرفتن در غضب خدا میشود، قهر الله میشود. صدقه همون مردایی که همطری بگیم شرط ها میمانین و یا در همین خیلی حالت های بسیار عادی زناتون طلاق میکنین، حیفی نام مردکی شما را صدقه زن کنه.